قصه یادم آمد میگویم خوب گوش انداز. عالم شاگردان زیاد داشت. یکی از شاگردانش بسیار عقیده خوب داشت، در عقیدهش استوار بود. وقتی که استاد به این شاگردش بسیار توجه میکرد، دیگر شاگردانش حسود میخوردند و رشک میکردند چرا استادمان به ما این گونه توجه نمیکند که ما از این پیش آمده هستیم و خیلی زیاد خواندگی هستیم. استاد از رشک شاگردان پی میبرد. روز به حوالی میبراید که شاگردان همه یک جا درس خوانده ایستادند. همش را دعوت میکند، میگوید هر یک کدامتان انا همون مرغانی که در روی حوالی گشته ایستادند یک تایی گیرین روین در یک جای بکشید که کسی نبیند. میگه شاگردان همه یک کارچه گرفتند و یک مرغی دیگر را رفتند. یکیش پشت دیوار رفت، نگاه کرد که ایسوس را هیچ کس نیست، کله مرغ را گرفت. دیگرش درون یک الافزار. همیشه همه شاگردان با کشتن مرغ ها رفته بودند. این شاگردی که در عقیده‌اش استوار بود، این همه کارده گرفت، یک مرغ دیگر را گرفت رفت. از بین یک ساعت گذشت، همه شاگردان آمدند در دستشان مرغا کله هاشون گرفتگی. اما اون شاگردی که در عقیده‌اش استوار بود مرغ زنده را آورد. استاد حیران شد، گفت شاگردم چرا تو نکشتی؟ من به شما گفتم جایی روید کشید که کسی شما را نبیند، چرا همه اینها کشتند و تو نکشتی؟ شاگرد به استاد گفت استادم شما گفتین که جایی روید کشید که کسی نبیند. من پشت یک تپه رفتم، این طرف نگاه کردم، آن طرف نگاه کردم، آن سو نگاه کردم، همه سو نگاه کردم، خدا من را نگاه داشت. از همین سبب سخن شما را گرفتم و برگشتم. میگه همون لحظه اون شاگردانی که در نزدش بود همه میگه به گریه افتادند و به خود گفتند در حقیقت مهر خداوند تا آن درجه در دل ما جای نشده بوده است که از همین قدر کار عاجز ما به خبر مانده ایم. و معلوم شد که این شاگرد در بین اینها با علمتر است، با سوادتر است. این قصه دلالت به این میکند که جای زنا میکنند، جای عرق می نوشند، در تنهایی رفته کسی نبیند گفته فراموش نمیکنند که خداوند آنها را دیده ایستاده است. هر کاری که میکنیم خدا ما را دیده است. دلالت قصه به آن همین است. امروز جوانها در نزد پدرشان زنا نمیکنند، در نزد پدرشان عرق نمی نوشند، در جای پنهانی رفته عرق می نوشند، زنا میکنند، دروغ میگن، دزدی میکنند. فراموش کردند که از همه بزرگترین خدا هست که اونها را آفرید، در نزدش است، نگاهش دارد. شرم از خدا نمیکند و از پدر و مادر خود شرم میکند. خداوند هر ما و شما را برای صراط المستقیم هدایت فرماید. آمین.